السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم تمام مسلمان روی دنیا، مردم مهاجر، همه شما را به این روزی فرارسی سیدی عید قربان تبریک و مبارکباد میگم. بگذار در هر یک خاندان ما و شما فیض و برکت، تینجی و امانی، آسودگی را دعا خواهانیم. بگذار در کجای باشید خداوند نگهبانتان باشد. عید سعید قربان همه شما را تبریک و مبارکباد میگم. دوستان عزیز، کسانی که مردمی که مهاجر دور از وطن هستند، خداوند متعال خداوند سفرهای شما را بی خطر بگرداند، همه شما را ساق سلامت تینج به خانه بر بگرداند. خداوند متعال در پناه خداوند باشید. روز سعید عید قربان تبریک و مبارکباد به همه شما دوستان عزیز. این نواسحکای با بیش نصیب باشه این قشقا را کشته استیم، نصیب باشه این قربانی را سر میکنیم. نصیب دوستان عزیز در کجای باشه ساق و سلامت باشید. اینا میدارید کانال بابای خالداربایتون نصیب باشه پادپیسات میکنید، لایک ها را زیر میکنید. نصیب باشه کامنتاریات چیخ آرزو و حواس دارید مرحمت بنویسید. ما شب و روز در خدمت شما. نصیب باشین گوسفند کشته است قربانی را سر میکنیم دوستان عزیز. خیلی ترک نصیب باشه از یکم بریم خمو اکای عبدالله را میبینیم با نصیب باشه ایتا توم بخیریم ایتا کی را میبینیم اکای اکمالا میبینیم تا میریم بعد هم همین اگر موتور موسیفیدون نباشه که آیا جوان ای کجا یاد میگیرن که چقدر رفتار کردن در کار. تاغری میگه آخی میگه جان، تاغری میگه جان. نصیحت کردن نمیشه. میخوای همین رفتار کنه انا مخیل خودت کار کنی و یا ببینن رفتار کنن. خالدار بای شناختیزی شونه ای قرقی اگر در روزی روشن دو تا بچه پادروشکا کده آمدی سیه یه اجای خودمون نه استن. همونم گوه ایجی بیایه جا بیا لبا سلام علیکم بابی جان سازین تینجه کراکو خوبه فرزندک و همه طرف تینجه رحمت گوش که بچم لبا ایجاد دهاتای فهمیدی؟ ایجاد مدنیت منتالیته تماما دیگه. میفهمم بابی میفهمم. یکی ای دهاتای خوشروی ملک تاجیکستان. سلامت باشی. نه فقط ای دهات، تمامی تاجیکستان مدنیت معرفتی دیگه داره. ای قدیم میدونی در روزی روشن دو تا مردک ای به شرم نمیدونه که پدروشکه کرده رفت. ای نلایی قرقی که اگر شان و شرف شما دا نمیزه باخه سرت دست ایجا یوروپ نیست، ایجا تاجیکستان ای. آخه شما بابا جانا در حقی پاتم برو ای آیله ما استغفرالله. میرگن جان لبای زب شرمنده شدیم دا مرد ایزان فرق نمیکنی. ای نلایی مخل